به نام خداوند بخشنده ای مهربان نهایت با رحم. میگوید یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در صنف نشسته بودند پرسید: آیا می توانید راه غیر عادی برای ابراز عشق بیان کنید؟ برخی از دانش آموزان گفتند با بخشیدن عشقشان را بیان می کنند. برخی دادن گل و هدیه و حرفهای دلنشین را راه بیان عشق قلمداد کردند. شماره دیگر هم گفتند با هم بودن در تحمل و رنجها و لذت بردن از خوشبختی را راه بیان عشق می دانند. در آن بین یک پسر بود. پسر برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، قصه کوتاه را نقل کرد. قصه چنین بود. دوستان و برادران عزیزم، قصه را با دقت گوش بکنید. بسیار قصه جالب و بسیار قصه علم آور است. جوان قصه را چنین میگوید بیان کرد: یک روز زن و شوهر جوانی که هر دویشان زیست شناس بودند، مثل هر وقت برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقت بالای تپه رسیدند در جای میخکوب شدند. عادی کرده گوییم شخص شده ماندند. یک پلنگ بزرگ پیش زن و شوهر استاده و به آنان نگاه میکرد. میگوید شوهر تفنگ شکاری با خود نداشت و دیگر راه برای فرار نبود. رنگ و صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل پلنگ جرأت کوچکترین حرکت نداشتند. پلنگ میگوید آرام آرام به طرف آنان حرکت میکرد. همان لحظه مرد زیست شناس فریاد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلا فاصله پلنگ به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد داد و فریادهای اون مرد جوان به گوش زن رسید و اون جوان را در آنجا به هلاکت رساند. پلنگ میگوید بعد از به قتل رسانیدن این جوان برفت و زن زنده ماند. قصه به اینجا رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد. اما آن جوانی که قصه را نقل میکرد پرسید: آیا میدانید آن مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد میزد؟ همسنفانی که در صنف نشسته بودند فکر کردند که حتما از همسرش عذر پرسید، بخشش پرسید که او را تنها گذاشته است. این جوان گفت: نه عزیزانم، همسنفان عزیز، آخرین حرف آن مرد زیست شناس چی بود؟ این بود که ای همسر عزیزم، تو بهترین مونسم بودی، از پسرمان محافظت بکن و به او بگو که پدرت همیشه عاشقت بود. قطره های اشک صورت جوان قصه نقل کن را تر کرده بود و ادامه داد: همه زیست شناسان میدانند که پلنگ فقط به کسی حمله میکند که حرکت انجام میدهد و یا که فرار میکند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم را گرفت و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بیریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود و مادرم و من بود.
اینک رسیدیم به پایان قصه. دوستان عزیزم، با شما بودم بنده عبدالله. یکایک شما را از برای الله دوست می دارم. دوستان عزیزم، از شما خواهش کردم می شود که در زیر ویدیو بنویسید فکر و عقیده های خود را و بنویسید این که ویدیو و قصه آینده در کدام موضوع باشد و ما کوشش میکنیم که برایتان دسترس بنماییم و بهر شما دوستان پیشکش نماییم. باقی در امان الله پاک باشید.